زود باش ابله. نوبت تو. اینجا استودیوی ما نیست مگر؟ خدایا. الو، در افیر چی رفته ایستاده است؟ فیلمی قمارباز از میسیسیپی پخش شده ایستاده است. ساعتی 23 چون همیشه برنامه پوکر ریالیتی رو پخش میکنیم. سپس موقع اصل در ویگاس. در استودیوی ما بنابرگری هست؟ 40 نفر برداری در این ساعت. ببخشید بستودیا در آمدن من است. یعنی چی خیل؟ تو مگر مرا نمیشناسی؟ بله شوله خانم، البته میشناسم. ببخشید اما جناب تنجو سفارش مخصوص دادن. لطفاً به بالا بگذارید. خودش چی گپ؟ تو کیستی؟ لطفاً اصرار نکنید. مرحمت. چی میخواهی؟ میبخشید شوله خانم، عذر میخواهم. به شما اجازه دادن نمیتوانم. جناب تنجو مهمانی مهم دارند. ناراحت شدن نمیخواهند. عذر میخواهم. قطعا در آمدن من است. همه دیدگی های تنها یک فیلمی بودم اینترنت زنک جان. اگر در بالای واقع های امشب یکون چیزی به بیرون برایت همه اهل آلیت را میکشم. اول از مادرت شروع میکنم، بعد خواهرت را، سپس دختری اوگایم، یعنی دختری تو را میکشم. بعد نوبتی خودت میآید. فهمیدی؟ خب شیرین یکم دیر شد، مانده شدگستی. کنی خانه را بکنون. چرا نمیبرایی؟ بسیار خسته می نمایی. برایت خودم ماشین آماده کردم. کمی نشین. کی؟ منم خواهر جان، درموش. مرحمت اکا جون، مرحمت. زحمت کشیدید. جمال سرجان چه خیل است؟ مثل پیشتره گذرید اکا جون.
assalomu alaykum Jamol serjant, چه حال داری؟ و علیکم السلام درمش جان. برادرم خوش آمدی. خوش باشی. در کجا بودی؟ زندگی در کارهای دنیا. عجب روزها بوده. دوستی عسکری دیگر خیل است. در همانجا آغاز می یابد و دیگر به آخر نمی رسد. دوستی ما هم آنجا آغاز یافت و حالا دوام دارد. همین خیل. بعد از عسکری تو مرا نجات داده بودی جمال سرجنت. وظیفه دوستان همین است. تو هم می بودی همان خیل رفتار می کردی. اما با جای من تو از پایت یارادار شدی. اینها رو فکر نکن درمشون. با گذشته صلوات. افسوس میخورم که برای خرج قماربازی های من تو از همان بیناموسانی به یک پولی پوچک نمیارزیدگی تیر خوردی. اگر تیر با من نمی رسید حتما به تو می رسید. کاش به من میرسید. اگر به تو می رسید به قلبت می رسید. مرا باشد به پایم رسید. اما این خیلی به خاطر من معیوب شده. نام برآوردیم مگر بد است. جمال خرات لنگ. برادرم زخمهایت شفا یافت؟ یگان دیگرگونی نیست درمشون. خیر به همینشم شکر. حالا هم به دکتر نرفتی؟ نه به داروخانه رفتم. داروی تسکین بخش دادند. میدانی که سغرته نیز ندارم. حیات همین درموش. امروز هستی فردا نیستی. درموشکه چای بیارم؟ لازم نیست. این خیلی نمی شود دوستم. تو را حتما به بیمارخانه بردن در کار است. اما چه خیره؟ به کجا می روی؟ من باز می آیم برادر. دیر شد. به خانه باید روم. معلوم که شبانه غذای حاجت نکردیم. مادر جان این منم دخترت منم حلیمه. نترس مادر جان. حلیمه دیگر کسی نیست. پدرت اومد؟ نه حلیمه لبای مادر جان. پدرت اومد؟ آمدم جانکی من. آی دخترکی من. آی جانکی منه. گرسنه مانده است. آی شیر میخواهد. حاضر به دختر جانم شیر میدهم. حاضر. جانکم شیرینکم. خوب کن جانم. خوب بس.
خوش آمدی. تشکر اپا جان. چه خیل شما؟ نقصم بول جان. من کودکم را شیر داده خواب بانیدم. بیدار که شد شکمش رو سیر کن. مایلش اپا جان. پدر اون درو من حاضر میایم. خوب؟ شاه دیوانه شدی مگر؟ آخر کودکمان خوب است. نه خود نفهمی. چی کودکمان؟ یعنی تو میخوایی که من به کودک ما بودنش باور کنم؟ درموش بیا با سر نکنیم. تو سرت رو با تهمت بی اساسی اپای خودت ویران نمودی. خودت یک به یاد آر برای آن که با هم خانه دار نشویم. چی کارهایی که آن نکرده بود یک بار به یادت آر. دهنات را پاپم نرس که جاغت را میشکنم. نرس. بمانده تو نمیفهمی. آخرین حق فرزندمان است. به من ده آخرین اینش حق باشد حق تو. اپا چی شد؟ ببخش مرا سنبول. معاشت رو هیچ گپ نی اپا جون. من دختری خالتم کو. یک جای کلان شده ما که خواطر نشوید. شما غمگین نشوید. به خودکشی مانند است همینطور نی؟ میبینیم. با شما بروری کن. تشکر پدر. میبخشید پروکرور. کنی اینجا بیا. چی خودکشی؟ ها که نمیبینید مگر آدم با چکش مانده است. بس سلام. گفتنی که به پردوگاه در آمده خودکشی کرده است؟ نه البته. شخصانی جسدش رو یافته. شاید نزدیکانش باشند دور آورده به اینجا پرتافته. نتیجه لابراتوری هم همین می شود. خسورم نیز به همین عقیدند. پدر عروست؟ پروکرور را میگویم. آن کس خسورم می شود. نمیدانستی مگر؟ خیر میلش. رانا سلام پدر. چی واقعه شده است؟ باز عذاب اینها شده. خبر انتظاری ندارد. بعد صحبت میکنیم. آیا شخصیتش معلوم شد؟ دیدیم. با خود یگان حجت ندارد. آها. فکر شما رفیق سرکمیسر؟ چیزی نیست. خودکشی عادی. چی خودکشی؟ در درون پرتابگاه؟ توبه. از تو یگان خبر گرفته نمی شود. شاید کمیسر یگی داشته باشد. شاید شما یگان گفتنی دارید به من. برو. رفیق سردار. بخیر است؟ دیر ماند امروز؟ بلابانا چی شده است؟ هیچ گپ نی. پیش پا خورده افتیدم. پیش پا خوردی؟ ما رو چشمت رو نیست به جای زده بودیم خیلی؟ خسته نباشید.
تیزتر جاده کن تیزتر یک طرف ایست Böyle oynanmaz. 3-1 böyle oynanır. Nereden? Gel say. Say. Parmak hesabı ya. Al o zaman kırık işte. Al kırık hadi. Hadi bakalım. تیزتر جانور تیزتر Oradan 2 çay yolla. Sallanın galibi ödeyecek. Babacım salla sarı salla. Sallıyoruz. گذاشت گذاشت تیزتر Bardakta mı oynuyorsun? گذاشت دیدم هش Kemik bu kemik. Bak 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 bak. bak. گفته بودم که میگذرد گفته بودم ها ها دیدم درموش دیدم گذاشت گفته بودم که محترم سردار باز کدام شما کوبا بیرون برو بیرون خنک است یک چای می نوشیدی محترم سردار لازم نه تو را انتظارم خدمت محترم سردار مامان نگر من به حلیمه نه تنها سردارم بلکه برادرشم فهمیدی اگر یک بار دیگر میرسی تو رو پشیمان میکنم فهمیدی ابله فهمیدی ابله عاشق شده سالها زیاد از پس من دویدگی کی بود من یا وی تو با این چی گفتن میخوایی همین طور ابلهیت رو دوام دادنی مگر در کتابمون یا عرفادت هایمان بزند دست برداشتن ممکن است بلا بابزی همش با وی زنی بیناموز هر چی کاری کنی که میارزد چی گفتی تو؟ مادامی که برادرش میباشی کنی بپرس که کودکش از کی است تو چه میگوی ابله دهانت را پوش بشر ولی من 3 سال است که در نظم است باری همون را با یگان نفری از کارگرانی مرد بهوده صحبت کردنشون ندیدم عقل فکرش مادر فرزند و کارش است تو باشی از قمار بازی عقلت را کرده ای با آدمی مثل حلیمه فرشته صفت چه زبان دراز کرده میتونه مشکلی که گفتم اگر یک بار دیگر انگشتت را با میرسونی اگر بار دیگر از دهانت یگان تهمتی برایت قسم است به دنیا آمدنت را پشیمان میکنم نگفتم نگوی خود را به دست گیر یگان کار یاب با در میخانه ها شش و بیش بازی کردن قطعی ریسکت را نمیابی لابشولا جان در کجا میگردی؟ امروز؟ نه چی شد؟ شولا جان چرا گریه میکنی؟ ایست آروم شو خوب در کجا وا میخوریم؟ فهمیدم خوب فهمیدم شولا چی شد؟ یگان واقعه رخ داد یک کاری بد چی شد جانکم؟ بینهایت بد در استودیوی ما کارهای دهشت آور شده ایستادم یک آدم را کشتند یک لحظه آروم شو یک لحظه اکنون همش را از سرینا با من نقل کن نمیتونم از کجا آغاز کنم تنجو رو دوست داشته بودم فکر میکردم که او را میشناسم اما چقدر بیعقل بودم این طور نگوی دوام ده نقل کن شاید تو بدونی که تنجو در رمانیا و دیگر جایها قمارخانه و مهمانخانه ها دارد 6 ماه پیش از ردیف علاقه یک کانال خرید سالماس تیوی تنها نام کانال به دوشی است و خلاص اما در اصل این خیلی نیست این براش چی لازم؟ نمیدونم برای سفید کنی پولهای سیاه میگفت در اول به این گفته ها باور میکردم بسیار ساده بودم تنجو کارهای هر رومش رو همیشه این کار مینمود همیشه مثلا تنجو در شبکه بارک خانه‌اش همیشه قمار بازی میکرد چندین بار برای تفتیش به شبکه آمدم خوش هر بار از ناقصی های قانون و غیره استفاده کرده خلاص میشد اما همش یک سو قمار بازی انسان رو به درجه حیوانی میرسونیده است اگر نمیدیدم
باور نمی کردم. چی کار کرد؟ امروز در خبرها یک واقعه بود گو یک تاشو در پرتوگاه مرده یافته بودند. ها، همین سحر یافته بودند. من در همانجا بودم. وای آدم، در شبکه ما در قمار رولتکای روسی مرد. رولتکای روسی حقیقی رانو با چشمانم دیدم. چی؟ چی خیل رولتکای روسی؟ چی خیل شبکه؟ تو چی ها میگوی شولا؟ خدا جون، دیوانه میشم. دیوانه. تنجو حقلش رو خورده است. دیروز با حیات آدمان قمار بازی میکردن رانو. با رولتکای روسی. با این خودم شاهد بودم. من رو میفهمی. باز در استودیوی شبکه امان. این رو اثبات کرده میتوانی؟ مرا با کشتن خودم و تمام عائله‌ام تهدید ساخت. مرا نجات ده رانو. شولا، باری دیگر میپرسم. همه این گفتگی هایت رو اثبات کرده میتوانی؟ هوا امروز با من خیلی هم معقول شد. و تو چی دیگونه؟ دادا؟ کنی سوار شو. تو باز دید. چی شد دادا؟ شما در این ساعت در اینجا با ماشین قیامت قایم شد مگر؟ همه خیلی نه؟ حاضر میبینی؟ میبینیم. و دادا جان، باوریم نمیاد که ما اینجا هستیم. خوش چرا بود است؟ آخر از شما چند بار اجازت پرسیده بودم که با دوگانه هایم با باولینگ بازی روم. هر بار نمیگفتید. نه، در اصل با این بازی کردن زید نبودم. میفهمی مرا خیر کنی این بازی ماولینگ رو چخیل بازی میکنن؟ با من یاده چی؟ ای دادا، نخواد بازی نکرده باشه. ای دادا، نخواد که باری اول باشد. باری اول بازی کردم. بینه چه خیلی خوب بازی کرده. من هم بعضی سرها دارم. یگان روز نشان میدیم. میبینیم. خوش آمدید نجیبک مرحمت. نه، من نمیدارویم. تو اینها رو بگیر. زحمت کشیده دکه جان. مرحمت دروید. خونه را با هم همین جویند. اوچه جان. چی شد نجیب؟ در وقتی کار آمدی؟ من شما را در خانه خیال کردم. اصلش خوب شد که در اینجا دیدم. تو کی را سردیتان حلیمه را نیز دعوت کنید یا خبر گیرید کمی دلبرداری کنید. بخیر است. مانین گپا را کمی دلبرداری کنید. از یک طرف مادرش، از یک طرف فرزندش، از طرف دیگر هر من به کار میروم. آخر هفته یک به سیر چارباغ برایم. چی گفتید؟ من به یکی نیز خبر میدیم. ممکن کمی هوا گرم شود. در همین هوای خنک چی کار کرده است با هوا؟ من به شما یک جیزبیز کنم؟ باز چای سماواری؟ سوپر کای. خب میلش تا دیدم. خدایا بیا درو. سلام بچه.
سلام علیکم. سلام محترم سردار. خوب هستید؟ خب شاید کاری پگاه روز یگان پیشوی است؟ یگان چیزی عمیق نیست. از تشخیصات طبی سودی اولین معلومات رسید محترم سردار. در دست راست میت آثار بارود یافت شد. پیداست که دست راستش استفاده شده است. زخم سر نیز از طرف راست است. یعنی احتمالیت خودکشی 99%. هنوز در دست نتیجه عمیق نداریم محترم سردار. شناسنامه اش چی؟ جستجو میکنیم. طوری که گفتم حالا در دست نتیجه عمیق نداریم محترم سردار. شاید بعد از پخش نوار رسمش یگان خبری میگرفته باشیم. احتمال. خوش آمدید. شام بخیر. جناب اژدر کیست؟ تشکر. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت. بفرمایید. این بسته رو از مرکزمان فرمودن به شما رسانم. بخیر است. این چیست؟ نمیدونم برادر. خب به ما اجازت؟ وایسید و کریا چای نوشید. تشکر. کار دارم. سلامت باشید. خوش باشید. ایدی قربان به خانه هم آمده بودی، گوشت آوردی اما اصلا شادی آورده بودی. من گوشت را چی کنم؟ دندانم نیست که خورم. وقتی که یک پیاله چای گرم را میخوردی دیدم که جورابت تنک و دریده است. برایت جورابی پشمین بافتم پوش که پایهایت خنک نخورد. این مکتوب را با یک بچه سواددار نویساندم. نامت را نمیدونم لیکن نبیرم حساب میشوی. الله تعالی از تو و دوستانت راضی باشد. بیبی رمزیه. بیبی جانی من تمام کردی من رو بیبی جانم. سنبل جان عذاب نکشیدی؟ امروز احوالش خوب بود. عذاب نکشیدی؟ شکر خدا. خدیجه خاله هم خواب رفت. هر وقت که بیدار میشد چون همیشه یزنم رو میپرسید همهش همین. قضای حاجت هم کرد. من تازه کردم. تو پروا نکن. سنبل جان ماه آینده معاش 2 ماهت رو میدیم. این خیلی نگو. با من اجازت اپا جان. لبای هونه را پشمو. شکر اپا جان. بعد نه همین بگو. البته بیایید مرحمت. هرچند یگان تیاری ندیده اما لیکن اپا جان شما یگان تشویش نکشید. مایلش ساعت چند؟ مایلش اپا جان انتظارم. مرحمت. همش همین. بختت خندید امشب. صبح به رقم 6 خواب 2 بختش خندید. اگر من بخت می داشتم در اینجا نمی نشستم. بختی تو نبوده بختی کی؟ این بختی سرزند. سرجانتش کیست؟ درست گپ زن. تمام هیچی عصبانی بشوی.
همسایه روان کرد. کدام همسایه؟ زنی پیمی. پیمی؟ همانه که دکانش را با پول لاتاریه خریده بود. لازم نیست. آرد داری؟ برایم آرداب تیار کن. سرجانت، جمال سرجان، کو برخیز به بیمارخانه می رویم. چخیل بیمارخانه؟ خیلی نمیشود سرجان. تو را به دکتر نشان دادن در کن. با کدام پول؟ احوال تو هم معلوم است. ای سرجان، وقتای آخر کمی با پو خسته. درموش کارهای خماربازی را به یک سو گذاشتم. کمی میده چویده تجارت کردیم. کارها برار گرفتند. چی خیلی تجارت؟ تو حالا این چیزها را فکر نکن. یک دیاری تجلی جیغ زنیم. چی گفتی؟ مایلش درموش جان، با تو باور میکنم. با من نگاه کن درموش جان. در حیاتم باری هم ثروتمند نشده بودم، اما انا از همین جای یگان بار لقمه حرام نگذاشته است. یعنی بدان که مرا نه این بیماری بلکه لقمه حرام میکشد. تو کیستی؟ این منم دخترت حلیمه. حلیمه؟ پدرت آمد دخترم. هنوز نآمده است. دخترم. لبای مادر جان. پدرت آمد. جانکم. خوش آمدید. خوش باشید. درود مرحمت. کفشاتون رو در درون برارید. مرحمت، من خودم راست میکنم. تو زحمت نکش. فرزندی خورد داری. ما هم مادره. درود مرحمت. خوش آمدید. خیلی شد که بیمار است. چی بودنش را عمیق نمیدانیم دکتر خانم. کجایتان درد میکند؟ بله. همین جایش؟ بله. بگوید به نزدیک زرپروین شده بودید؟ نمیدانم. خب درد بیشتر از پیش حس کرده میشود یا از پشت؟ از پشت. شما کسلی قند دارید؟ نمیدانم. در عائلتون یگون کس داشت یا نه؟ مادرم پدرم نیست. فهمم. همشیره فشار بیمار رو سنجید؟ شنید شما نزدیکانی بیمار هستید؟ دوست نزدیکش هستم. این کس همسرش. میدانید چی؟ باید با بیمار تشخیص گذارونیم. امشب اینجا میماند. باید او رو حتما با اولتراسادو دراریم. فردا معلوم می شود. بعد از معاینه شاید او رو به شعبه دیگر گذارونیم.
یکون چیزی خفتناک است. شاید سرطان غدود زیر معده باشد. این تنها تخمینی من است. عمیق‌ترش را تنها بعد از معاینه پوره گفته میتوانم. امکانی طبابت هست؟ هنوز چیزی گفتن ممکن نیست. شاید اشتباه کنم، اما اگر درست باشد وضعیت بینهایت جدی است. شاید دیر مانده باشیم، لیکن بیمار باید پای نبرد. شما مرا فهمیدید؟ امشب نزدش مانم. البته. خارجان. لبای برادر. اگه شما به خانه روید، کودک نیز در خانه همسایه است. امشب برای بعضی معالجه ها سرجنت هم را در اینجا نگاه می دارند. شما تشویش نکشید، فردا می آیید. بیماریش چی بود است؟ هنوز چیزی عمیق نیست، اما انشاءالله صحت می یابد. خیر شما خانه روید. اکنون نفتابز نبودگی است، از اینجا با تاکسی می روید. سلامت باش برادر. ماشاءالله. ای اپا جان، چرا تشویش کشیده اینقدر چیزها رو آوردید؟ حلیمه چی زحمت دخترم، تو هم دیر باز نمی آیی؟ کودک، مادر، بازکار، وقتی سرخوری هم ندارم. راست میگویی. که راست، تو چی خیل هستی؟ خوب هستی؟ شکر زیاد. کنی بچه ها اینجا بیاید؟ ببین الپرین، تورت دستورشتاد؟ ترمیسو؟ من این تورت را سونامی میگویم. میدونید این رو اسرا پخت. مادرت راست میگوید، نخود تو پخته باشی. برای دادا جانم هم پختم. با منم یاد میدهی؟ ها، یاد میدهم. توشین با کودک نخیز. نوربانو دخترم به حلیمه اپت یاریده. جای کش کنی همش رو خودش کند مگر. اپا جان کاری نکردم، لازم نبود. همین آمدنتون برای هم دولتی کلان است. ما اویله تویم. یک چیز پرسم، درموش کجا هستن؟ حالا هم نامد است مگر؟ مردم مثل ما نیستن کو، کارهایشون میبراید. میبرامد، عادت کرده نتوانستم. تمام جانکم، این خیل نکن. ما را هم میگریانی. رحمتی را جایش جنت شود. آدمی به نهایت خوب بود. اسرا جان، کنی شما با الپر اکد شیرینی ها را در پایان خورید؟ او چه خیلی پختن شیرینی ها را یاد میدهی. خب حلیمه، کنی دخترم پینه را به من ده. شیرینکم، اصلکم، با چشم و ابرویش نگاه کنید. خاندی من. حلیمه، این دختر از تو هم زیباتر می شود. ماشاءالله. چشم نرسد، من به این 7 آیت الکرسی خونم. بسم الله. وقتا آخر کارها قدر خوب نیست. امنیت هر روز یکان دسته را حبس میکند. حتی ویندار کاروزو را نیز حبس نمودن. چند سال دادن؟ 10 بود؟ 15. این بیچاره تمام کرد. تو را میشناختی شعبی، لیکن مثل این دروغ را یافتن آسان نیست. اما فریب دادن نمیتواند. جانم، البته بارها با او خوردم. او را خیلی خوب میشناسم. او نیز حقوق شناس است، یعنی که ما هم کسب حساب میشد. این را بینید، شرم نداشته دروغ میگوید.
ترکیه دیگر شده ایستاده است. فرزندان دیروزه پابرهنها امروز حاکم و پروکورور و مدیر و دیگر شده ایستادند. مگر پیش همین خیل بود؟ پدری من در زمانهای رئیس ملت حاکم بود. بابای و بابا کلان همچنین حاکم بودند. پدری او نیز کارمند سفارت بود. هر کس از عهده این کار نمیبراید. حالا باشد از ارزورم برآمدگی یک کودک در دانشگاهی خوبی تحصیل کرده میتواند، بعد ختم کرده جای من و تو را میگیرم. نه این خیل نمیشود. چی یک آدمی قشلاقی و من برابر شده می؟ نه 100 سال گذرد هم از او بوی قشلاق میآید. هیچگاه سری کل سبز نمیشود. دموکراتش هم این است. مگر همچون حقوق شناس میگویم که این خطاست. یگان خیل برابر حقوقی وجود ندارد. هر کس جای خود را باید داند. درست. سلام. دختر جانکم، تو در این جایها چی کار میکنی؟ خانه رفته ایستاده بودم. مادرم در این جایت گفتن. من هم گذشته یک بینم گفتم. آخر صبح هم دیگر رو ندیدیم. درست. جنابان، دخترم رانا رو میشناسید؟ سلام. رانا. من چنگیز. من تنزو تالمز. شما رو میشناسم. یعنی غایبانه. شما شوهر دوگانم از دانشگاه شعله. همین خیل است. این را بینیده؟ ها، با پدرم دیر باز شناسید؟ والله چقدر شد سوها؟ دیر باز. شین یگان چیز بینوش. خیلی تشنه ماندم. یک آب نوشم ممکن؟ یک شیشه آب بیار. شما به خیالم شبکه هم دارید؟ لبای؟ شبکه تلویزیونی. سالماز تیوی نام یک شبکه دارم. از ردیف نمایش میده. اما من آنقدر مؤسسی کلان نیستم. حصه خورده، یعنی رمزی دارم. بخیر است؟ یا کار بجویی؟ نه، من از کاری خود به نهایت شدم. در اومدی گپ پرسیدم. قاعده رو میدونید. از تو سر میکنیم. الو. لابا گیت. در کجا؟ خوب میایم. فراشان کوچه ها زنگ زده خبر دادن. یا توبه، آدمی همین قدر پس می شده است. اطراف را دیدیم، سلاح نیست. مثل واقعی دیروزه. در خصوصی به اینجا آورده پرتافتن یا در همین جا کشته شدنش کسی شاهدی نمیدهد. تفتیشات را دوام میدهیم. معلومات های بایگانه را دیده میبراییم. متاسفانه کامیراها اینجا را دیده نمیتوانند. اینجا چیزی دیگری هست. رفیق سردار، این کشتاری سلسله‌ای است. در ترکیه جنایت سلسله‌ای با آسانی رخ نمیدهد. اما شاید کسی میخواد که ما هم فکر کنیم. یگید، شخصیت میت دیگر آشکار شد؟ محترم سردار، از خاطرم برآمده است. یک خبری آمد و شخصیتش آشکار گردید. نام و نسبش تایفون تاپرک. بیکار، مجرد، یک دو قید اوباشی دارد و خلاص. در استانبول خویش و تبار ندارد. دعوای خونی نیز ندارد. بیانات دهانی خویشاوندانش را گرفتم. میگویند که با کسی یگان دشمنی نداشته بود. به خودکشی نیز باور نمیکنند. خوب، یگان صفتی فرق کننده نیز نداشته است. با عائله‌اش مناسبتی خوب نداشته است. آنها از قمارباز بودنش شکایت کردند. قمار همینطور؟ بله.
ягон чиз хӯрдаӣ? Не муҳтарам сардор. биё як таги шӯрбои гарм хӯрем. бахайр аст серждор? рафиқ сардор, хуш омадед. хуш омадед. хуш омадему ин чи аҳвол? маромад, ба дарун гузаред. маромад, гузар, гузар. бахайр аст? қаҳрамони ман кист медонед, рафиқ сардор? кист? тариқ. тариқ? тариқе ки испанияро фатҳ карда буд. ҳангоми зиндонӣ буданам китобе ба дастам афтод. онҷо хондам. то он замони шахсияти мардеро меҷустам. вақте китобро хондам, мардан ҳамин хел мешавад гуфта будам. тариқ испанияро бо як зафари бузурге фатҳ карда ба хазинае ки пур аз зару лаълу марҷон даромадааст, худ ба худ гуфтааст ки эй тариқ, вай рӯзҳо як ғуломе будӣ. дирӯз қумандон, имрӯз бошад фотеҳ шудаӣ. با دقت باش. فردا زیر خاک میروی. میفهمی رفیق سردار؟ جوان مردی این است. طریق بابا پیش دروازه زندگانی شاهانه است او زندگانی خاکسارانه را انتخاب میکند. میفهمید؟ قربان این جوان مرد شود که او هنوز به اسپانیا ندر آمده. کشتی ها را آتش زده است. یک دو به یگان افسوس خوری. اندلوس از آنهایی است که کشتی هایشان را خود آتش میزنند. با فکرم چیزی گفتن میخوایی اما تو رو نفهمیده ایستادم. بیدی قربان، با یکشان رفیقانم به طرف های شهر رفته بودیم. در وقتش با ما کسی نیست گفتگی بود. ما هستیم گفته بودم. هرچند گفتنش عیب شود هم. جمعیت خیریه کسی نیست رو میدانید رفیق سردار. شنیده بودم؟ بعد به راه برآمدیم. همین ایدی قربان به حکاری رفته بودیم. در دست خالته ها گوشت تقسیم میکردیم. به یک خانه در آمدیم. یک پیرزن زندگی میکرد. ما رو مجبور کرده به خانه در آورد. ترکی را نمیفهمی، اما در نزدش یک جوانی بود. او ترجمانی میکرد. مجبورم به ما چای داد. خیالم در خانهش غیر از چای چیزی هم نداشت. ما سراسیمه رو به راه برآمدیم. آنجا هوا کمی سرد بود. من مجردم کن. به جورابی پایم دقت نداده بودم. بعد پای بردم که نوک جورابم کمی سوراخ بوده است. کمتر تنکتر هم بوده است. از این رو پایهایم را برای گرم شدن به هم میمالیدم. کلا کار نمی کند. خیرمش گذشت. چایهایم را نوشیدم. اجازت پرسیدیم. قریب که تا آخر کوچه. از پسمون آمد. ما را گسیل کرد.
با کردی چیزی رو تکرار میکرد به هر حال دعا میکرد. دیروز یک آدم آمد و من اینها را روان کرده است. خونو خوردنی پاچه هایم را دیده، برایم جورابی پشمین بافته است. بعد از طریق قهرمانی دیگری پیدا کردم، رمزی بیبی. من کشتی ندارم اما قیقی دارم. من همان مکان و به آنجا می روم. به هکریه؟ بله. در اونجا چیکار میکنی؟ نمیدانم، اما در نزد قهرمان خود بودنم لازم. قلبم همین طور میگوید. قولین های آنجا مشهور بوده است. و روسا و انگلیسا شی میفروشم یا باز همین شکم بفروشی را دوام میدیم. همه از شرق به استانبول می آیند و اجدر اده پدر ما به هکریه می رود. خداوند مرا ببخشد. من همی آدم نیم کالم و سلام. نه درگیز در اطراف خود مثل تو آدمی صمیمی را ندیدم اجدر جان. شاید ما کاسگی داشته باشیم. تو میدانستگیت را کن. بر رفتنت غمگین میشم اما بازن می آیم رفیق سر. بی وفایی به ما نمیزیبم. خیلی خیلی باشد ما می رویم. صادق بیمانیم رفیق سردار. خداوند از تو راضی باشد که مرا به حبس گرفته بود. تو نیز صادق باش اجدر جان. برادر، تو نیز صادق بیمان. صادق میمانم. و من نگر، سردار به تو امانت است. خوب شده است. این نتیجه تشخیص است. با بیمار میتوانید شناس شوید. این کس باشد خیشی نزدیک بیمار است. جناب درموش، شما را یک دقیقه ممکن؟ جناب درموش، دکتر بیمار جناب ساجد می باشند. نتیجه های معاینه معلوم شد. ممکن باشد به اتاقشان گذشته کمی صحبت می کردیم. بشین. جناب درموش، راستی گپ را میگویم. زیرا راستش افسوس که وقت زیادی نداریم. بعد از تست‌های گلوکوز، ریپسیناگین، تشخیص سیستم حل کننده بالون امیلاز، تیموگرافیا و اولتراسونوگرافی کامپیوتری و اوزی معلوم شد که بیمار به سرطان گرده گرفتار است. افسوس میخورم. بیماریش در سطح بالایی است و حتما جراحی شدنش لازم است. چطوری که معلوم است بیمار سغورتا ندارد. نه ندارد جناب. راستش این جراحی خیلی گران است و به زودی باید گذرد. کاش چاره گذرانیدن این عملیات را پیدا کرده می توانستیم. برای جراحی چقدر لازم؟
برادر ممکن؟ برادر شنی ممکن؟ یک تا بیار. بخیر است برادر؟ پریشان می نمایی؟ چه غم داری؟ نقل کن سبک می شوی. نقل کنم چی تغییر می یابد؟ بی پول و مال مگر کاری کرده می شود؟ نقل کن. خوب، از همه انسانی دوست داشتم به بیماری سرطان گرفتار شده است و باید که جراحی شود. میفهمی؟ برای جراحی شدنش پول لازم، لیکن پول نیست. اگر جراحی نشود میمیرد. افسوس. چقدر لازم؟ بسیار. برای دوستت جانت را میدی؟ او مرا از مرگ نجات داد، برایش جانم را میدادم، ولی جان را فروخته نمی شود. پول داری؟ چکار میکنی؟ داری یا نه؟ تو همین را گوی؟ نیست تو، لیکن کمی یافتن ممکن است. به هر حال چقدر؟ تقریبا 1000 لیره. برای چی؟ 100 بر یک بر کردن میخواهی ها؟ چه؟ قمار ده؟ پوکر، روله ها؟ صد به یک؟ 100 بر یک. یعنی اگر 1000 لیرم را مانم احتمالات 100,000 بر کردن را دارم. انیق. خودت چرا بازی نمی کنی؟ کی گفت که بازی نمی کنم؟ 100,000 لیره برای جراحی دوستت کفایه میکند یا نه؟ تو این را بگو. میرسد. این از وی بازی های میدانستگیت نیست. در یک جای پنهانی میگذرد، یعنی غیر قانونی میباشد. از این سبب اگر در حقیقت خواهی بیا، بعد از آمدن بازگشت نیست. حسابی از من. برای دوستت غمگینم. سلامت باش. کودک بیدار شد، نمیشنوی مگر؟ کنی همه جمع شوید چی؟ باز چیکار کردن میخواهی مردک؟ بیا این هم ما رو برداشته آوردی در این خنوکی. چیزی به سرت آمد حتما باید کنی؟ سیر گفته نماندی، دیگر روز نبود مگر؟ زنک، تو یک ببین چکل هوای تازه. مهمش در چنین هوا سیر کردن است. کدی بچه ها شما هم بیاید؟ اسرا جان، کدی تو هم بیا. کیراز، به این مردک من چیزی شده است؟ به کله تو هم همون چیزی می آید که به کله من هم؟ خوب بچه ها، کلان های بازی رو می دانند. ما در خورده این بازی رو بسیار بازی می کردیم. بازی شرطهایش رو می فهمانم. اگر کلان سالها فراموش کرده باشند آنها نیز گوش اندازند. نام این بازی کوکا. می دانید چکل بازی می کنند بازی رو؟ یک از پاسبان می شود،
бозигарон ба паси ана ҳамон хати кашидагиам гузашта, баъд бо тӯпи дасташон ана ин сангҳои дар дохили давра кашидагиамро нишон гирифта мезананд. фаҳмо бачаҳо? فهمم тӯппартойҳо то афтида ба ҳар су пароканда шудани сангҳо давом мекунад. посубон бо тӯпи дасташ онҳоеро ки сангҳоро ба мисли пештара мондан мехоҳад нишон гирифта мезанад. касеро занад ӯ аз бозӣ мебарояд то охирин лаҳзае ки сангҳо болои ҳам чида шаванд. посубон боз ҳамон одам мемонад ва боз аз сари нав сар мешавад. посубон танҳо бо болои ҳам чида шудани ҳамаи сангҳо иваз мешавад. посубони навбатиро бошад посубони пештара интихоб мекунад. фаҳмидӣ? نه من اونقدر نفهمیدم ҷонаки ман бозӣ кунӣ мефаҳмӣ. кани сар кардем. акнун фаҳмидам ки дар боулинг чаро маро бурдед. боулинг дар пеши кука ҳеҷ аст. бозӣ кун мебин. посбон кани гузар. الو شله خانم، من داوود هستید بانگاه. با شما حتما با خوردن من لازم. یعنی پیش در ساختمان کار میکردی؟ بله اپا جان. از نداشتن سغورتا اولادار شده نتوانستی؟ بله اپا جان. با فاتحه چند وقت شد؟ 5 ماه. شما یکدیگر را دوست می داشتید؟ خوب میلش داوود. مادامی که خدمت را در قشن‌های دسنتی گذرانیده‌ای، به کار قبول شد. دیدبان شده کار را سر کن. سغورتا میکنیم. با تو مرا خبر نکنی خفه میشوم. خدا از شما راضی باشد اپا جان. خدا از شما راضی باشد. پس از این اپا نیست شوله. بفرمایید شوله خانم. این چیست؟ خط استعفایم. نفهمیدم. شما گیرید. از بس که استعفا کردم اکنون شما را اپا گفته میتوانم. اپا جان، خدا از شما راضی باشد. برای خوبی های به من اعلام کرده اتون. اینجا چیست؟ چیزی که حیات آدمان را از مرگ نجات میدهد.
лаба шӯлаҷон. чӣ? нафаҳмидам. майлаш, дар ҷои ҳамавақта. хуб. гӯш кун раъноҷон, корам аз мӯи сарам зиёд аст. аз ман ту хабарнигариро интизор нашав. наҷиб сардор, танҳо барои ёрӣ додан омадам. чӣ хел ёрӣ? далелҳо оиди ҷиноятҳои ду рӯзи охир. пагоҳ дар рӯзнома мақоламро чоп мекунам. шояд фоидае ба даст оваред. хуб бинишин, ҳамашро нақл кун. қайдҳои телефонро дарҳол бо гурӯҳи техникӣ мувофиқат кунон. агар дархост тасдиқ шавад, аз прокурор барои тафтиш рухсатнома бигир. хуб шудааст муҳтарам сардор. ту чиҳо карда истоде? ту аз ман чӣ мехоҳӣ? чаро вай хабарро ба ман надодӣ? ту ному насаби шавҳаратро фикр намекунӣ? дар оянда зани ҳокими шаҳр шудан намехоҳӣ магар? не ҷаноб, намехоҳам. ман далелро ба шахси лозимӣ супоридам. мансабпараст. кӣ? ман мансабпараст? гапашро бинида барои як хабар корӣ намекардагият нест. ҳой темур, сафсатагӯӣ накун. ҳамин ҷанҷолҳои оилавиро дар хона кунем намешавад магар ҷонакам? чикале ки ман медонам коркор аст. инро бинида сардор корро ба шахси боварӣ нохаш медиҳад. охир девона мешавам. хуш, наворҳое ки мебинед воқеаст ки дар шабакаи солмас тв рух дода буд. ҳаматон оиди ин рӯйдодҳо каму беш хабардор ҳастед. дар якҷоягӣ бо ниҳодҳои дигар расо 15 бор шабакаро барои қиморбозӣ карданашон тафтиш намудем, аммо далелҳои ҷиноӣ пайдо накардем, зеро ҳар карат онҳо аз об хушк мебаромаданд. аммо акнун иншоалло ба ин хотима хоҳем дод, зеро акнун наворҳое дорем ки гуноҳи онҳоро муайян месозад. биё еги. муҳтарам сардор, як мушкилоте пайдо шуд. яъне прокурор талассухаи иҷозатнома доданро рад кард. далелҳои дар даст доштаамонро нокифоя ҳисобид. хуб, ман худам дида мебароям. ин ҳарф хеле муҳим аст. номаш ташкин. аз тадқиқот хабар омад сайтҳои худро бештару аз беморисонаи гирду атрофи мо меёфтааст. ин фаҳм аст? хуб шудааст муҳтарам сардор. аз мо ягон нафаре бояд ҳамчун иштирокчии мусобиқа ворид шавад. илоҷ ҳамин аст. фаҳмо муҳтарам сардор. тафсилоташ дар дохили ҷузгир. ҷаноби соҳибӣ, далелҳои бо телефони мобилӣ ба навор гирифта ва баъзе тадқиқотҳои амният мавҷуд аст. басанда нест. гӯш кунед муҳтарам прокурор, фардо инро дар рӯзнома ба чоп мебароранд ва рӯзноманигор аз сабаби иҷозатнома надодани шумо бефаъолияти моро низ хоҳад навишт. чӣ хел мебарояд? кӣ менависад? ба гӯшамон чун як хабар омад. чӯле ки маълум аст баъзе хабарнигорон оиди ҳамин мавзӯъ ҷустуҷӯ мекунанд. яъне ин вазъият на барои амният ва на барои шумо хуб намешавад. махсусан барои шумо, зеро иҷозатнома ба шумо вобаста аст. хайр майлаш, лекин бинед, агар ягон чизе набарояд аз худатон гила кунед. шуморо ҳурмат мекунам ҷаноб. лабай маликаи ман. муҳтарам наҷиб, моро ба ин ҷойҳо овардед. хуб сайру бозӣ кардем, хӯрокамонро хӯрдем. хайр ин аст ку? оба хона чӣ хел бармегардем? ҳамашро аз давлат интизор нашавед охир ҷонакам. дар он ҷо тангем мангем нест магар? акнун давлат ин шумо шудед магар? занак, аз барои худо, корам аз мӯи сарам зиёд аст. ба ягон таксӣ шинеду бозгардед, қурбонат шавад. майлаш, ба гапи шумо бовар карда сайр омада гунаҳкорем? худо нигаҳбонатон бод. ташаккур, шуморо низ. то бо зана гап задан аз бо прокурор гап задан мушкилтар аст. уфе. лабай алима. хуб, меоям.
تیمور به این جناب خانم یاریده خوب؟ خوب شده است. مرحمت شنید. الو اپا کیستی؟ منم اپا درموش چخیلی؟ درموش نقص چی واقعی رویدو؟ هیچ چیزی نشده است. یک زنگ زنم گفتم. اپا در اصل از تو یک چیزی پرسیدن میخواستم. مرحمت پرس. گپ‌های درباره زنم گفتگی هایت راست بود؟ کدومش؟ درباره کودک از دیگر کس از گفته بودی. چی کار میکنی این رو؟ راستش را گوی اپا. او را نقص نمیدیدم، حالا هم نقص نمیبینم. این خیر میلش دختری زیباست، خودش را کیم میشمارد. یعنی او را قصداً تهمت کردی؟ چی ها میگویی درموش؟ اپا جواب ده، لیکن راستش رو گوی. اوف بله گفتم ده شد. آرام شدی؟ بخیر است برادر؟ چی در داری؟ بیا اونجا اشینیم. بیا برای اشاره نمودن یگید ما رو چاره ها اندیشیده شد؟ بله رفیق سردار. از بس که هنگامی وارد شوی تفتیشات خیلی جدی است، اسبابی گوش میکردگی نمانده. بچه ها از اداره تکنیکی به دستانش تنها 1 ساعت بستند. یگید هنگامی واقعه تگمه را پخش میکند، ما به هجوم میگذاریم. اگر ساعت را گذرانده نتواند چی؟ یا یگان چیزی غیر چشم داشت رخ دهد چی؟ امیدوارم چون این حالت نمیشود سردار. چرا با پایان میفراییم؟ بعد به اینجا آمدن سوال دادن من است. بعد از این چیزی که گفتم اجرا میکنی. شما چیکار میکنید؟ دیگرش کجاست؟ میارن. آخر رولت گفته بودی کو؟ میز رولت بازی کجاست؟ انا همین میز رولت بازی است. چپه یا راسته؟ چپش رو. آفرین. تو؟ برای چی؟
کدام دست را استفاده میبری ابله؟ راستش را کنی همه به جای خود. ویسکی؟ مثل هر وقته. اگه تنجو این پرداخت پاکری روسی خیلی گران است ها؟ 100,000 لیره اینم تنها برای اشتراک. ما برای از قمار بازی تو 100 مراتب زیادتر ذوق گیری گفته با حیات آدمان بازی میکنیم و تو باشی 100,000 را زیاد میگویی. عجایب دیگه. ویسکیت. گوش کن اینجا چی گپ است؟ این چی است؟ گپ نزن ابله. این ساعت رو عوض کردن لازم. ساعت چند شد؟ 4:23. از در آمدنشون چند دقیقه گذشت؟ تقریبا 12 دقیقه. در اونجا چی شده ایستاده باشد؟ تو 100 بر یک گفته بودی تلاواره های زنم را فروخته بر 2,000 لیره داده بودم. کجا 100 بر یک گفتگیت؟ خب این عارف به من پسند آمد. با همینش میمونم. این چی مسخره بازی است؟ اینش باز چیست؟ سوالا در بیرون موندن. شرطم این است. نفهمیدی ابله؟ این شرط هایت را جاهت گیر. سر میکنیم. انا این 100,000 لیره. چه شد؟ چی میجویی برادره؟ ابله از اینجا برایم به تو نشان میدم. حرام میموری حرام. البته اگر از اینجا برایی. خوب پول رو دیدیم. کنی بازی رو نیست بینیم چی؟ اینجا یگان بازی موزی نمیبینم. انا بازی. انا بازی. این را بینید آدمی من چقدر ترسید. 250 با همینش. 250 بزاتی زوغ سیاه 300,000 میبارم. چقدر؟ ساعت چند؟ 4:28. یگان چیزی رخ داد مگر؟
لبی چی؟ خوب جنابان شما دوام دهید من می آیم. این خیلی نمی شود. خودت را برگردانده نمی توانی. تو شرط ها را به من یاد میدی چنگیز. شخصی از درون برآمد. تمام. من شما رو فهمیدم. یک رو تعقیب نماید. چرا برآمده باشد؟ مگر شبکه را تفتیش میکنند؟ با این تلفن را باید زنگ میزدی احمق. سیگنال آمد. همه دستا با هجوم آماده شوند. خرطه کشید. تو سر میکنی با ماینت میپرانی. فهمیدی؟ با مغز سرت. نوبت تو. از همین جای یگان بار لقمه حرام نگذشته است. یعنی بدان که مرا نه این بیماری بلکه لقمه حرام میکشد. نه من بازی کردن نمیخواهم. اکنون ده شد. تو نپرانی من میپرانم. بس کن دست نگه دار. به جای وی من پراندن میخواهم. وای وای، این جرا همون عجب جسور است یا قماربازی گذر است؟ او با من معقول شد. من با وی 600,000 میمونم. انا بینید. دستا بالا شینید نجام. تیمور تو با این ناشیانا. حلیمت تو با من بیا. دستا بالا پالیس. دستا بالا. دستا پس سر. خدا شیدم. انا خودش. آرام. درک زودتر برا. من نفهمیدم. شما چی میخواهید؟ کنی دست ها با پشت. زودتر. دستش را بند. نجام. سرشند برای تو
نجنبید همه با زمین دست ها بالا سلاحت رمان نجنبید تستر نجنب تستر درموش تستر گیرد برید اینها رو تستر برید اینها رو در روی تو سنجیده بینم یبله بازی کردن میخوایی ها؟ افسوس که در دستم زلفیخوار نیست شن یگید دستهایت را پشت سر کرده بزانو شن از 17 سالگیم باز دیوانه وار به تو عاشق بودم دیوانه وار اکنون با حوالی حاضره اما نگر هیچ باور نمی کردم که با تو به چنین احوال گرفتار می شوم نخواد من به چنین زندگی سزاوار باشم درموش بگه آخر بگه با تو از این بیشتر جفا نکنم گفته خواستم دستم را با زنجیر خودم بندم حلیمه من به تو سزاوار شده نتوانستم یگان ذره به این خانداری خاتمه ندادن به تو جفا می شود به این هم حفظ می شوم کسی را یاب که سزاوار تو باشد خب فرزندمان این طور نمی گفت بله فرزندمان مثل هم حق به یک تهمته چی ها میگوی جونم این طور نگوی مثل احمق به یک تهمته باور کرده تو رو عذاب دادم خودت رو عذاب نده این را بینیده همین کردارهایم نگاه نکرده حالا هم مهربانی میکنی یک چیزی دیگر سرژانت به تو امانت است سرژانت